صورتی که لباس موجود باشه و هر کدوم از این رنگ‌های خاص مردم بشناسن و با اون آشنا باشن، قاعدتاً افراد سودجو دیگه نمیتونن به راحتی بیاین به خانه مردم، بیاین مردم رو تهدید بکنن و به نوعی سر راه مردم بگیرن یا خانه مردم رو خالی بکنن، چون مردم میفهمن که این لباسی نیه که افراد مورد نظر خواسته باشن بیاین بر مردم تلاشی بکنن یا مردم رو بیان چک پوینت بکنن. نو که د خپل نظامی خلک یو رسمي یونیفرم استفاده ونه کی دا باعث د اختلال او د ټولنې آرامش نه منځ خوري او ځینې کسان کولای شي د څخه سوء استفاده وکړي او دغه نظامی خلکو د نامه څخه کولای شي د خلکو ته زیانونه واړي او خپل ټولنیز آرامش له منځه یوسي. باید با یونیفرم خاص داخل شهر عبور مرور کنم، مثلا سر چک پوینت اینا که استادم با یونیفرم داشته باشن که فرق بین از اینا باشه، فرق ملکی و دولتی باید باشه. الان ما نمیفهمیم که مثلا جایی که یک شهروند میاد یا میره یا شب یا روز میره جای میره، اگه او با یونیفرم نباشه فرق بین ازی و دوز اینو نمیشه. باید اینا یک یونیفرم خاص داشته باشن. یک بخش از یونیفرم به ولایت هرات رسیده که الحمدلله او یونیفرم به قماندانی‌های ولسوالی‌ها و همچنین به وزارت تقسیم شده و این پروسه تکمیل نشده. انشالله رو از این کار روان است. در تلاش ازی هستند که کلا منصوبین امنیتی ولایت هرات مربوط به قماندانی امنیه که میشه کلا با یونیفرم ملبس باشه. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.